تو چیکار میکنی اکا؟ آخر نکن اکا. لایبا تو چیکار کرد؟ نه نکن اکا نکن. نکن. انا دیدی چیکار کردی؟ انا دیدی اکنون جان داده ایستاده. اما من او را کشتن نمیخواستم. همش ناخوش شد. اکنون وای دیگر پریدن نمیتواند. تو را کشتی، تو قاتل. اکنون این کبوتر تو را به دروازه جنت در اومدن نمیماند. نه این خیل نیست. اگر او را گرونیم به خاک مبدل میگردد. بی هم گفته بودم بیو میگرونیم نصف میشود. فرزند آدم اولین جنایتش را همین خیر شروع کرده بود. یک برادر ظالم به یک بیگناه دست میبردارد. شیطان او را وسوسه میکرد. بخیلی چشمش را کور کرده بود. به حسش اسیر شده اولین خون را ریخت. از آن روز تا امروز هر وقتی که ظالم دست بردارد خون ریزد تا روز قیامت جزایش را میبیند. جزایش را البته میبیند. خاک هفت بهار بسیار جانها را به خود گرفته است. مزارهای زیادی هستند که فرزندگانشان کیها به سنگ مبدل شدند، لیکن از مرگ گریخته نمی شود. قاتل با خونریزی زندگی می کند، به قدر شیرینی جان نمی رسد. عاقلان می گویند که کسی زود رفت خلاص شد. کسی که در این دنیا ماند طعمه گرگها شده نیست می شود. شیطانی که در خون ما می باشد باز ما را به چندین خونریزی ها تیله می گیرد. باقی مانده ها وای بر حالشان. قاتل نقاب واقع نگاریش را بروی کشید. بخیلی و بدرشکی از حد گذشت. بدبختان آنهایند که عقلشان را گم کردند. نرگس به خدا کشتنی نبودم. من قاتل نیستم. همین خیل نشان گرفتم. همش گناه این است. به خدا من این کارو کردنی نبودم. آخر خودش با غذاب به طرفم آمد. اگه آشیم جان را کشتم. به خود بیا آیشه. چشمت را کشا. مادر جان خونی بسیاری رفته ایستاده از رو به بیمارخانه برده لازم. مادر جان چشمانت را بگیرم. اومد شد اومد. نمورده آمین. آمین. بیا رفتیم نرگس. این ماشین همه که اومد. خدایا چرا این تمام شد؟ آشه طاقت کن کمی دیگر طاقت کن آشه من زودتر رونده بتوانی. طاقت کن مادر جان. امره ما طاقت کن آشه. آیشه کم ترکی دیگر.
تو چیکار کردی حیوان؟ تو کشتی او را میفهمی کشتی؟ اگر به خدا قسم همش ناخوش شد. برای همین من اینجا آورده که دستی من هم بخون آلوده شود. اگر گویشه یگان چیز روی دهد من چه خیلی برای دو دارم نگاه میکنم. چه خیلی نگاه میکنم. آرام شوید آرام شوید. پدر به خدا قصد نکردم. آیشه رو کشته چی فایده میگردم. پدر ناخوش شد پدر. در آخر دستهایت را با خون آلوده کردی. چی گویم رمزی؟ چی گویم به تو نمیدونم. خونش بسیار رفته است. تستر عمل کنید. زودتر فشار خون را سنجید. خون گروه دوم را دهید زودتر. کمی آروم شو عمر. با این حالت جراحی کردن نمیتوانی. تقدیر حافظ فرما. اولین بیمارم مادری خودم. حیاتی وی در دست من است. خدایا با من مدد کن. قوت ده. خدای شم رو با ما برگردان. ابا جان خدای شم چرا شد چکار میکنم. عمر خودت رو به دستگیر داده رکم. پدر جان های شم نمیرم. چکار میکنم. آرام باش پسرم. با داد و فیغان اگر صحت میشد شاد شده فریاد میکردیم. امیدت رو از خداوند نکرد. حاضر فقط از همه کاری خوب این دعا کردن است. خودت را به دست گرفت به من بگو چی واقعا روی داد. رمزی تیله داد افتید. پدر موبیل چکار میکنه. آه رمزی دیروز با هم نشستم یه نوشیدی. امروز دیدی کار با چه انجامید پدر. اگر وی دختوری حیوان ها شکایت کند میدانی چی میشود؟ پسی پنجره میشینی پدر. پسی پنجره. خوشی مکن. تو اگه کار کرده میتوانی اکا. اقلی تو همه کار رو میگیرد کن. منو خلاص کن. بچه ها شما هم یکون چیز فکر کنید. آخر یکون کار کنید. هیچ گپ نی رمزی. به هیجان آرام فکر میکنیم. با علی گبزت دلش را میابیم. گناه از ثواب از دلی وی صاف است. آدمی دیدار باشنی زمان دلی او را میابیم. تو هم نخور. فکرت رفتیم. اکای حاسم حل میکند. ینگه و چگل باشد. در کدام حال؟ داغن به بیمارخانه رفته خبر گیر. بیهوده نگرد و به یگان خبر نیا. فهمیدی؟ طاقت کن پسرم. به غیر از صبر چاره نداره. هماش در دست خداست. ابا چی شد به همه ما؟ چی شد به دوگانه جانی امایشه؟ حاضر در کجا؟ در کدام حال است؟ در جراحی است. در تلاش جان است. چی شد تمام؟ این کارا که دستم نبودن یا خوب از دستم رفتن. رمزی ما را همی خیل سوزان که تا بس گفتنم. برادر نیو سنگشی ها. یا رب العالمین خدایا التجای بنده هاشم را شنو و ینگه آیشه را با ما برگردان.
خدایا تو بزرگ هستی و به قوت ده و مصلح. قیچی رو دهید. زودتر زودتر. عمر فشاری خونش زیاد می شود. خون ریزیش رو مان کن. نشتر طاقت کن مادر، نجاتت میدهم. قیچی رو دهید. پسرم دستت درد میکند، زخمش رو خوب ببند، زودتر دردش میگذرد. دردی تو رو طاقت کردن نمیتوانم پسرکم. تو همیشه صحت و سلامت باش پسرم. مادر شوک الکترونی را دهید زودتر. مرا نگاه نکنید زود. بیدار شو مادر، یک باری دیگر پر کنید. عمر بیدار شو مادر، بیدار شو. عمر مادر باز یک باری دیگر پر کنید. بیدار شو مادر. مادر جون، مادر چشمانت رو کشو. مادر برا تنها نکشو. چشمانت رو کشو مادر. مادر نمیر. عمر دیگر فایده نداره. مادر برا تنها نکشو. عمر مادر تنها نکشو. عمر بس. عمر مادر آخر دیگر فایده ندارد. عمر بس. عمر مادر برا تنها نکشو. چی شد؟ گریه نکنید. گریه نکنید. گریه نکنید. آقای شمع راه چیز نشده است. گریه نکنید. خبری بد نبود شما. و من خوب است بگو. طاقتی از دست دادن او را ندارم. خوب است بگو. شفا یافت بگو. شفا یافت بگو. همدردیم را قبول کنید. نمک جان. إنا لله وإنا إليه راجعون. کنید که برویم. در اومدن ممکن نیست. دارم خواهش میکنم ندارم. ممکن نیست. اما او را نجات داده نتوانستم رها دادم از دستم را. نتوانستم. ما برای چی نمیرویم پدر؟ رحمتی رو در روز آخرش تنها میگذاریم. آی بس بودگی همزن چی شک شده موندی؟ خدا رحمت کند گویی بس؟ گناهی تو چیست؟ نه من هم به فکر آنها راضی شدم.
خلاص نکردم پس از این حادثه چخیل بر روی علی و عمر نگاه میکنم. ای بس کن تو هم دخترم، اینقدر گریه میکنی قهر خدا رو نبیار. اویشا خودش گناهگار، خودش و چی قدر مال گفتم که جنجال همراه میشوی. چه ها میگوید؟ از پشت رحمتی مگر همین خیل گپ ها میگوید؟ ای دخترم، من از غمی بسیار چی گفتنم من نمیدونم. اویشا خدا رحمتت کنه. زخمت را خوب ببند، زودتر شفا میابی. گفت سرما میفهمی پیش از مردن آخرین نفس را میگرفتم، این زخم معده مرا دید. آه مادر، در این دنیا به مادر چقدر زندگی میکنم. چطور به این غم ها طاقت میکنم. از حاضر نبودنش در اون را تیکه تیکه کرد. من این غم را طاقت کرده نمیتوانم. حق مادر رو برگردانده نمیشود. این رو نفهمیدم، لیکن دیر شد متاسفانه دیر شد. همین قدر سال طب را خوندم از دستم هیچ چیز نآمد. از بین دستانم پریده رفت، داشته نتوانستم. تو همه کاری از دستت آمده رو کردی، همچون دکتر همه کار رو کردی عمر. خدا شاهدت، خودت رو گناهگار نحساب. خواهش میکنم عمر، عقلم نمیرسد علی، فهمیده نمیتوانم کدام برادر این طور خون ریزی میکند. برای 3 تنگه میراث همسری دادرش را کشتن. خدایا شبه دادی. علی دادرم به من نگاه کن. رمزی خیلی کاری بد کرد، به اولادمان داغ آورد، تو را خانه ویران کرد، مادر پسرت را کشت. وای اکنون به هیچ چیز نگاه نکرده، او را برآورده پران کشتند لازم، چون که خون ریزی شده است. این کار به ناموست دخل دارد، این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را تا اینکه روح عایشه آرام گیرد. و خدا من طرفداری توی هم علی. پدر چیکار میکنید؟ آخر با همه که رمزی هم وعده داده بودید که خلاصت میکنم. انتخاب شو، میدانم چی گویم، تو امرا نشو. همدردی ما رو قبول کنید، خدا جایش را جنت کند، روح شاد باشد. تشکر قربان. ایمان همراهش باشد. بیا با من رویم دادر. خوب بیا. چه شد قربان؟ بیا آنجا میشینیم. قربانت شوم. نگاه کن، شیطانی گرسخته یک از این طرف یک از این طرف می آید. از طرف چپ آمده رو میشناسی. انا شیطانی کور آمد میگویی. اگر با دقت باشی میفهمی که گرسخته تو رو به جنایت تیره دادن میخواد. لیکن اگر از طرفی راست بیاد خبردار نمیشوی. از طرفی راست نزدیک شده همین خیل میزند که حیران میمانی. از طرفی راست آمدن شیطان چی معنا دارد؟ شیطان از طرفی راست آید او را تماما حس نمیکنی. همین خیل سخنهای شیرین میگوید که حیران شده شاخ میشه. با پایهایت چسبیده از همه لحظه ضعیفیت را با 4 چشم انتظار می شود. با دقت باش، احتیاط کن که این گرسخته به درون پوستت در آمده حرکت می کند که از گوشت بدیرت فراید. باز نگویی که نگفتمت. تو چی ها میگویی قربان؟ واهی تو یک آدم عاقل هستی، دانش بسیار ذهنت را تازه می کند. اینها را به گوشت حلقه کردم، من رفتم.
بابا جون میرویم. بیا نقل کن درباره من چی ها میگوین؟ حالا هم کی ندارم. چه خیلی کینه پدر. آنها با غم و درد خودشان، یکی مادرش را، دیگر همسرش را، برای جنگ و جنجال حال ندارند. امک هاشمت چی؟ وای مناسبت من را با امک علیت بهتر کردنی بود. چی شد؟ نمیدانی؟ میخواستم که علیم را بگرد درارد، برای تو رو خلاص کردن کوشش میکرد. کوشش کردن گیرد. برای علی یک چند وقت نگاه کردن نمیتوانم. چینو معقوله بود که ما کردیم. من یک هوای تازه گیرم. آپای صدیقه سلامت باشید. قدم رنجی کرده آمدید. سلامت باشید. شاد باشید. سلامت باشید. در رانندگی در روزهای مزنی ما را تنها نگذاشتید. تشکر. سلامت باشید. ای سیزه مرحمت اپای صدیقه. دست درد نکنه فاطمه جان. شب بخیر. با شما خداوند به تو صبر دهد پسرم. سلامت باشید. دوستان سلامت باشند. یک چند روز پیش خبر برگشتن ما بر این خانه مژده ها آورده بود. حاضر باشد خبری بد در این خانه همون پهن میگردد. آدمی بیمارگ نمی شود. یک روز ما هم از این دنیا می رویم عمر. اکنون غیر از صبر و دعا از دستمون هیچ چیز نمی آید. عمر سرمه دخترم، بسیار فکر نکنید. در آمده با آدم ها کمی صحبت کنید. رفتیم. ینگه آیشه رو به خواب میگذارم. میدونی؟ مثل کبوتر خودم. نه وای پرنده بود. برای ینگه آیشه باز دعا میخونم. کلینم آیشه بیهوده نگفتن که تنها به مرگ چاره نیست. آه رمزی، آه ترهای دست بافتی مادرم، چه خیلی زیبایند همین تورنی پدر. همه این برای تو بود پسرم. دختری که تو با او خاندار می شوی، در وقتی خالگیش با این کار مشغول می شود می گفت. این کارها رو از من آموخته بود. گاهی مسابقه میکردیم، همه وقت گلی میبرم. دلم میسوزد. خدا رحمتش کند. خدا جایش را جنت کند. آمین. دستش سبک و دلش صاف بود. آدمی خوب بود. خدمتش به همه ما رسیده بود. انشاءالله جنتی می شود. انشاءالله. برای من آیشه بسیار خدمت کرده بود. میدانی رابیه، در نبودن تو هر روز آمده خوراک میپخت، خانه رو بوچین میکرد، تازه میکرد، لیکن یک مراتب اوف گفتنش را نشنیدم. عروسم با من مثل پدرش مناسبت میکرد. خدا رحمتش کند. آمین. آمین.
چیکار کرده ایستادند؟ روزی تولد دخترم در یادتون هست؟ سمبوسه های با مزه بسیار پخته به کودکان محله تقسیم کرده بودند. ینگه آیشه خدا رحمتتون کند. لیکن با آرمان رفت، نفری که خونش را ریخت تا حال در آزادی است. این خیل نگو علی، رمزی ناحق است. ناحق باشد باید جزایش را بیند. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من خیل آرام گیرد. همه چخیل شدنش را دید. شاهدهای ما بسیار. من این کار را همین طور نمیمانم. به کجایی که لازم باشد شکایت میکنم. اجازت دهید پدر. از یک طرف تو، از طرفی دیگر برادرت، یکی ات پاک و صاف دل، دیگرت قاتل. اما هر دویتان هم فرزند. خداوند تو به من مدد رسان. علی پسرم، به گفتگی هایت شبه ندارم، لیکن یک دفعه دیگر میخواستم از دهانت شنوم. تو اطمینان داری که سبب این کار رمزی شده؟ بله پدر. این طور باشد محیلش. چیزی که میگویی پسرم هم باشد عدالت باید کارش را کند و سینم سنگ مانم هم عدالت باید کاری خودش را کند. ای خب شکایت کن. با این شهر نشود. با برادری خود را به زندان پرتافتن کدام عدالت جای خودش را میابد؟ وقتی که مردم میگوید برادری خود را به زندان پرتافت، به این چی میگویی؟ کنی گپ زن علی. نیمی جانم را گرفت. تا دمی که رمزی در آزادی باشد دلی من خیل آرام گیرد. آرام باش رمزی، آرام باش. زبان میگوید و دست تا قلنگ تیز نمیرود، همینطور نی؟ اکنون به هیچ چیزی گاه نکرده. او را برآورده پران کشتند لازم، چون که خون ریزی شده است. این کار به ناموست دخل دارد. این را باید قبول کنی. خون به خون گفتن میفهمی؟ برآورده پران رمزی را. نه امشب نمی نوشم. راستی من هم نمیخواهم. امروز گریه کردن سرمه را دیدم. دلم به حالش سوخت. با عمر هم رحمم اومد. اما در بین پدرم هست. او را نه پرتافته می شود و نه فروخته. باید در برش باشم. پدرت را در بیمارخانه دیدم. با عمک علی صحبت می کردن. چیکار کرده باشند؟ دلش را یافته باشد. از تو می پرسم. فکرت؟ این قدر خودت را عذاب نده. اقلا یگان چیز خور. اپا ینگه اویشه را آخری بار دیده نتوانستم. خدا رحمتش کند. مرگ همین است. کای و از کجا آمدنش رو نمیدونی. خوش آمده دخترم. علی و عمر چه حال دارند؟ شما چرا نآمدید پدر؟ در روزی بدبختیشون در پهلویشون نبودید.
گفتم روم باز دخترم بروی علی نگاه کردن نمیتوانم. اینجا کمی گناه من هم هست. ای دخترم سوالهایت مثل آتش جهنم پدرت را سوزونده ایستاده است. هیچ گپ نی پگاه در جنازه در نزدشان میشوید. انا نگاه کن چی تیار کردم برای گسیل کردن ینگه عایشه. ای عایشه چرا ما را اینقدر زودتر کردی؟ بس کن سعیده، بسیار گریه نکن. دیگر از دستمون هیچ چیز نمی آید. فکرت چی سوال مشکل دادم؟ پدر دل عمک علی رو یافت یعنی؟ نمیدونم داغن، کوشش میکرد. یا کار برعکس شد فکرت؟ نه، هیچ چیز نشده است. فقط تو بسیار فکر نکن. پدرم علاجی کرده دل عمک علی رو میابد. تو بازدید. پدر خنک میخورید. چرا تنها نشسته اید؟ گریه کردی؟ اینقدر غم نخورید. همه این کارهای شده رابیه مانند کارده که به دلم میخلند. دو فرزندم در پیش نظر خودم به یک دیگرشون دشمن شدند. هر دو هم برایم فرزند رابیه. کدامش را از دل کنده پرتایم نمیدونم. طرفی کدامش رو گیرم، علی را یا رمزی را نمیدونم. طرفدار کسی حق شوید. شما هم در حالتی وزنین قرار دارید، لیکن حاضر داوری رو شما میکنید. باید کسی حق رو انتخاب نماید. امتحان دوام دارد و خیلی وزنین دوام دارد رابیه. خداوند به بندگانش ظلم نمی کند. از افتش من چه خطای بزرگی کردم که از همه دردی وزنین نصیبم شده است. مادر خدا، خدا چی شده است؟ خوب است. اینجا مدام چیزهایی درونش رو برآورده بودم. خوب بود. نباشد همش خوب بود. خوب بود. پسرم مادر چی شد؟ خوب دیده چی؟ مادر شما زنده هستید؟ نمرده اید؟ مردن؟ پسرم این از یک خانه به خانه دیگر گذشتن است. به خانه دیگر گذشتم تو مرا گم کردی. من در این جویم. به اون طرف گذشتنم را گم شدن فکر کردی. اوه پسرم مگر تو را پرتفته می روم. از دیدارت سیر نشدم. مادر جان اینقدر زود گم میکنی. خیلی زود مرا گم کردی. در کودکیت هم همین خیل بودی. کم در از چشمت دور میشدم در هیجان مونده میگفتی اوی خردککی من. پس همش خوب بوده است. جنجال یمکهایم، حال پدرم، شما. مردن شما رو دیدم خیلی غمگین شدم. شکر که نزدم هستید. نه ترس پسرم. همه وقت در پهلویت میشم. همه وقت.
در لحظه های خرسندیت، غمگینیت و دشواریت همه وقت با تو می شود، لیکن تنها در دلت پسرم، تنها در دلت. حالا رفتنم در کار پسرم، مرا انتظار هستند، رفتنم در کار. اما مادر جان با کجا؟ مادر جان نروید. مادر جان چرا شما با پشمان مرا فربه کردید؟ پیش دامنم رو فراموش کردم کشم عقلم رو تماما گم کردم. پس این راست است، شما مرتهید. به شما چی کار میکنم؟ مادر جان در محله کلین واحد عدلگی همسر علی عدلگی خانم عایشه وفات کرده است. تکرار میکنیم، در محله کلین واحد عدلگی همسر علی عدلگی خانم عایشه وفات کرده است. جنازه‌اش در مسجد مرکزی بعد از نماز پیشین خوانده می شود. پس از جنازه او را به مزار هفت بهار سفربر میکنند و همه مسلمانان خبر داده می شود. بسیار بوی خوش میکند. صدیقه خیلی وقت شد که تو از این نمیپخته. خیلی خوب به همه چیز میخواد. دستت رو نزن. گیر کنی دلم میکشد صدیقه، با خدا که گرسنه‌ام. تو چی نمیفهمی هوشی؟ این برای تو نه، برای جنازه. دستت رو گیر. این برای آنجا بسیار است. تا شکمی مرا سیر کن، در یک طبقه گرفته من از زمان. مایلش رفته برای خودت قاشق و نان گیر. Ana, gir آقای باشی شکمت رو سیر کن. خدایا چقدر گرسنه ماندم. خدایا نگرونین که انداختی صدیقه، سوزاندی مرا صدیقه، مرا کشتی و این چه انداختی با اشتهای تو قبر کن. رفتیم دخترم. پسرم به من حقیقت رو گپ زن. به مرگ عایشه تو سبب شدی. پدر من نکردم. علی از قهر و غضب مرا گناهکار حساب میکند. همش ناخوش شد. چه خیلی ناخواست. اگر واقعا آن طوری روی داده باشد که من شنیدم، پس تو را به عدالت سپاریدن من شرط است پسرم. پدر چه خیلی عدالت؟ چه میگوید؟ علی پسرتون باشد من هم پسرتون میشم. رمزی اگر ناخواست باشد برای چی آمده با علی صحبت نکردی؟ همدردی هم بیان نکردی؟
چخیل به نزدش روم پدر. از قهر دیوانه شده است. مرا یا به در یک قاشق آب غرق میکند. بینید پدر، چخیل به من نگاه میکند. این آدم رو دارد پدر، نباشد یک نفر دیگر کشته میشود. علی بیا رفتیم حجت های جنازه را درست کنیم. رفتیم پسرم. اکا ینگه اویشه دیگر برد نمیگردد. نمیدونم، شاید زندگیشان رو در دیگر جا دادن. کنی اینجا نزدی من بیایید. چی شد بیبی جان؟ ینگه آیشهتون را امروز برای آخرینش گسل میکنیم. برای آخرینش چی بیبی جان؟ انسان وقتی که از عالم چشم میپوشد به سفری دور و دراز میبراید. سفری خوب یعنی چیزی بد نیست. چی دیگر نمیآید؟ میآید و خیلی که ما میدونیم این خیلی جایی که او میرود خیلی تازه است. او اکنون اینجا رو نمیبردارد چون که اینجا دنیای چرکین است. لیکن شما او را یاد کرده جیغ زنید. او هم به خیال و هم به خوابتان میآید. فهمیدید؟ اکنون روید در بیرون بازی کنید. مرگ همیشه با امر خداوند است. آخرین وظیفه ای که ما باید به جا آوریم این صبر و تحمل است اما جان. از گریه و ناله روحش در عذاب میماند. آهسته آهسته میرویم اما جان. رفتیم. عمر چه حال داری؟ اما که علی هم در کجاند؟ با پدرم به شعبه پلیس رفته شکایت کردیم. آمده خانه رو میبینند. روم کارم زیاد است. عمر در بارت بسیار فکر میکنم. اگر یگون کاری از دستم بیاید بگوی من میکنم. دعا کن سرما. برای مادرم تنها این فایده میارد. وای همدردی مرا قبول کن میسرم. من از حادثه های روی داده در خجالتم. بعد نتوانستم به پیشتون برآمده. عیب شما نیست امک. خوش آمدید. خوش باشید پسرم، خوش باشید. هست کاری که انجام دهم؟ نه امک، قریب که حل کردیم. تشکر. عمر رفتیم باز با جنازه دیر نمونیم. با کجا داغن؟ به جنازه میرم پدر. چکل جنازه؟ دیوانه شدی؟ تو احوال علی و عمر رو ندیدی چکل در غضب هستن؟ اگر به جنازه روم در اونجا خونریزی میشود میفهمی؟ من نان ینگه آیشم رو کم نخوردم پدر. چخیلی که نباشد حق ینگه آیشم از مادرم زیاد است. به جای مادر هم گویم خطا نمی کنم. باز نام مادر را گرفتی. مادر گفته خودت را عذاب دادی بس نیست مگر؟ چیکاری که خواهی کردن گیر. من چی فکر تو را کنم؟
مادر جون جونکی من پسرکم از اینجا دست میروی فهمیدی؟ در این خونه حتی خیلی شاید نمونم گفت شو به جنازه رفتنم در کار. لیکن اگر به گفته پدرم شده کار به دعوای خون مبدل گردد، چی؟ خودش چی گم؟ ما برای شما رو دستگیر کردن اومدیم. من نفهمیدم چرا؟ از بالای شما شکایت است. از شما بیانات گرفته تا سوال و جواب تمام شدن شما را در شعبه نگاه می‌داریم. مرحمت گذارید. نمیدانم چه بود اول روی میشتیم یا پول میشتیم یا مستعب. وقتی که طهارت میکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ اما که خبرون چی هست؟ چی هست؟ بسیار چیز است. اگر نادرست گیرم چی میشود؟ نماز قبول نمیشود. در وقتش آمدی قربان، از تو رو بردار میکنم. نماز قبول نمیشود، فهمیدی؟ اکنون گویید شستشوی را از کجا آغاز کنیم؟ اول دست ها را میشوییم. چند مرتبه؟ دست ها 1 مرتبه، دهان و بینی 3 مرتبه. آفرین، دهانتون اصل و قیمه خورد. دهان شد، بینی شد، حاضر روی هم 3 مرتبه اما که قربان. میشویم بچه ها، میشویم. شما چقدر که گوید من همان قدر میشویم. از چهار کیسه ایسته رو محض میکشید. این چی گفت؟ میش؟ چی گفتم بچه ها؟ چی؟ محض میکشد، محض. بچه ها یک جا رو فراموش کردیم. دست ها چی؟ مرا که قربان مرا رو خطا کرده. درون شما تازه است بچه ها. خطا کرده باشید هم ثواب میگیرید. اگر نفری که درونش خطا است باید چیکار کند؟ از نومش معلوم اما که قربان خطا. درست میگوی. درون خطا باشد به بیرون چی میبراید؟ از بیرون خطا مینمایی که باور میکند که درون درست است. دستایمون رو هم 3 مرتبه. استید. پای ها چی؟ آنها رو هم میشوید. چه؟ حتی جای 1 سوزن نموند. طهارت خیلی نازک بوده است. چرا؟ شما گفتید که جای سوزن نمونه. اون میده نمیشود سوزن به طهارت چه علاقه داره؟ اما که قربان با سوزن بسیار بازی نکنید که به یگان جهتون میخلد. به خدا راست میگوید. سوزن هم میداند به کجا خلد، چون که به صاحب نیست. بسیار گپ زدیم. با نماز دیر میکنیم. باز مردم فکری خطا نکنند، خدا نکند. چشم قربان در نماز نیست که گوشش در اذان باشد. دویم کنه ای بلند نده یا بگرم که شد بس همه قدر بده کشتا کنه مادر اماکی علی از اماکی رمزی شکایت کرد. از پلیس و اماکی رمزی رو دستگیر نمودن. چه؟ ای بایداد بد کاری شده است. هاشی وقت نماز رسیده است. طهارت کردی؟ کردم. رفتیم.
برای خدا نماز، برای رسول الله صلوات، برای میت دعا، به امام حاضر راضی شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. الله اکبر. الله اکبر. دستش نه رمز خوب نشد. زود یکان کار کردن لازم. السلام علیکم انشالله. السلام رفته رمز را نبینم آرام نمیگیرم. دیرت بچه ها. تشکر اپاجوبا. رفته. خدا راضی باشد اپای سورما. تشکر. همدردی را قبول کنید. سلامت باشید. دلت زیر نشه. همدردی هم را قبول خدا کن. یارد. خدا یارد. خدا تو بدست سلامت. تشکر. همدردی را قبول کنید. همدردی را قبول کنید. تشکر. همدردی را قبول کنید. همدردی. تشکر. همدردی. سلامت باش. خودت را به دست گیری پسرم. همدردیم را قبول کن. همدرد هستم. گوش کن عمر، چقدر که ستاره های من راست نآیند، این کار دیگر است. بی مادر بودن را از همه خوب من میدانم. مادر کسی نباشد. از همه پیش یک مادر از عالم گذشت، ستون خانه ریخت. همدردم. همدردیم را قبول کن. همدردیم را قبول کن. نماش. ای عایشه، دیدی که مرگ آمد. اکنون با حقیقت روبرو هستی. حاضر از تو میپرسند خدای تو کیست؟ گویی که الله. پیغمبرت کی؟ گویی که حضرت محمد مصطفی علیه السلام. بعد از کتابت میپرسند، کتاب پر از نور قرآن.
این قبر بسیار یک جای تنگ و تاریک، زبانت از گپ زدن میماند، نگاهت می ایستد و چشمانت باور نکن. با خدا اطاعت کن، با باوری او درا که قبرت پر از نور شود. کسی که درد دارد خداوند به مددش میرسد. برای آن که به صاحب به صاحبان است، از خود پسری با ننگ و ناموس باقی گذاشتی. انشاءالله باید دفتر اعمالت را با ثواب‌های نیک پر میکند. این لله و این الیه راجعون. وقتی بسیار را نگیرید. خوب شده است. تشکر. از تو بیانات گرفتند رمزی؟ نه، دو حال بیاناتم را نگرفتند. تنها از من نه، از شما هم میگیرند. چیکار میکنیم مکا؟ میگویند که قریب از 5 تا 10 سال زندانی بشوم. تو سراسی من نشو. گفته های من رو اجرا کن، بعد دیگرش کاردار نشو. در اینجا مدارت رو فهمیده دویده آمدم. به یکون چیز احتیاج داری؟ وقتی که بیانات میدی گوی که حادثه ناخوش آیشه پیش پا خورده افتید. میفهمی؟ من به این یکون دخل ندارم. میگویی فهمیدی؟ فهمیدم. دیگرش رو با من گذار، خودم حل میکنم. بسیار نمیرسید که باز یکون شبه نکنند. آمین. الله اکبر. عمر بسیار خسته می نمایی. روزی در روز گروسنه گشته ای. تو این خیل رفتن گیرد بیمار می شوی. تو چی بیمار شدن می خواهی؟ فقط می خواهم گناهکاران جزایشان را بینند. سرما عمکم هم باشد باید جزایش را بیند. این یگانه چیزی است که حالا من می خواهم. به پدرم کاردار نشو عمر. به غمت غمزم نکنم. الو؟ پدرت دستگیر شده است. همه آماندن خانه عمک حمزه جمع آمدیم. زود بیا. چی؟ پدرت رو دستگیر کردن میگویم. حاضر در شعبه پلیس؟ بله در شعبه پلیس. به نزدش روم. نه دوغم به نزد پدرت رویم. هیچ کار کردن نمیتوانی. زود به اینجا بیا. چی کار کردن ما رو نصیحت میکنیم. حاضر میآیم. خدا جایش را جنت کند. مرگ عایشه همه را غمگین کرد. وی از عائله‌مون بود و لیکن از خون و جانمان نبود. حاضر از این کار باز یک نفری دیگر ضرر میبیند که وی هم از جانمان هم از خونمان میباشد. عایشه به سنگ پیش پا خورده افتید و رمزی یک حیات در حبسخانه محکوم شده پوسیده می رود. این درست است مگر؟ آخر این یک فلاکت بود. گناه رو به رمزی پرتافتن چی فایده دارد؟ من در همانجا بودم هاشم. با چشمانم دیدم. فلاکت نبود. رمزی عایشه را طلا داد. مگر از مردن عایشه به رمزی یگان فایده ای میموند؟ از پشتش گپ نزنم میگویم و لیکن نگفته نمیتوانم. سبب همین جنجال عایشه خودش بود. اگر او علی رو به غضب نمی آورد بیچاره علی با برادران خود به میدان برآمده جنگ نمیکرد.
و فکر من اگر بر ضد رمزی بیاناتیم خطای کلان میکنیم همه با هم آیشه ناگهان افتید گوییم رمزی را آزاد میکنیم. تو چیها میگوی هاشم؟ یعنی در شعبه پلیس دروغ میگویم؟ من چیزی که دیدم همون رو میگویم. رمزی او را طلا داد. باوری داری حمزه؟ همه ما یک چیز دیدیم، تو دیگر چیز. ما همه میگوییم که ناگهان پیش پا خورده افتید، تو بوشی میگویی که رمزی طلا داد. با کی باور میکنم؟ با جای فکر کلین را کردن خونه خودمون را برادرمون را نجات دهیم بهتر نیست؟ خب فکر کن. یعقوب چرا میگیری پسرم؟ حال عمر رو دیده قدر شما رو بسیارتر فهمیدم مادر جان. مرا کلان کردید وقتی که پایهایم رو از دست دادم در پشتتون گرداندید. حق شما رو در این دنیا برگرداندن نمیتوانم. تو جانی من هستی پسرم. مادر برای فرزندش چی کارهایی نمیکنه. مرحمت. در اساس شکایت آقای علی برادرشان رمزی را دستگیر نمودیم که بعد از طلا دادنش سببگار مرگ خانم عایشه شده است. اما چطوری که خودی دستگیر شده میگوید در وقت جنجال خودش ناگهان افتیده است، یعنی هیچ کس او را طلا نداده است. خوب آقای هاشم، بیانات داده رمزی درست است؟ حادثه همین خیلی روی داد. درست کمیسر، گفته دادرم دو پا درست. درست؟ چیها میگوید اکا؟ پدر آرام باشید. در نزد چشم همه هاشم راستش را گویید. خواهش میکنم خلل نرسونید. به همه تان حقی گپ زدن میشینید. پدر جان. آقای حمزه جوابتون رو انتظارم. فوتیدن ناگهان سرش رو زد. آقای حمزه شما گفته های رمزی رو تصدیق میکنید؟ نه آقای کمیسر، این خیلی نبود. چند سال میداده باشنده رمزی برای 3 تنگه سرش رو خورد. عاقبت تقویم رمزی معلوم بود. آدم که مست شد عاقبتش بس شد. هاشمی ما از او کمی ندارد. توبه، از واحد بر این پدر این گونه فرزند رویدنش عجیب نیست مگر؟ یعنی گفتنید که رمزی طلا داده است. آقای حمزه پدر جان آخر حقیقت رو بگویید. آقای حمزه با سوالم جواب دهید. جای شرم کنی نیست امک. حقیقت رو بگویید آخر. التماس خلل نرسونید. خوب آقای حمزه شما رو گوش بکنم. امک التماس. نه آقای کمیسر، من واقعه رو ندیدم. چیزی که گویم دروغ است. اما
اما با من دیگر خیلی گفته بودید. همین طور شجاعتم. چه خیلی که رمزی گفت حادثه همین خیلی. دروغ. وقتی که ما اومدیم شما در آنجا نبودید ینگا. آه خاک بر سرم چرا اینجا چیکل بچه‌ش نگاه کرده دروغ میگوید. خواهش میکنم خلال نرسونید. در وقت رخ دادن حادثه در کجا بودید خانم حلیمه؟ من هم به خانه عایشه می اومدم. حادثه رو در خط کوچه دیدم. شما چی گفته میتوانید آقای فکرت؟ همش همان طوری روی داد که اماکی رمزی گفتن. شما چی میگویید؟ به خدا پدرم راست میگویند. همش همین خیل روی داد. مادامی که حادثه چنین باشد پس آقای رمزی در حقیقت بیگناهند. آزاد کنید. در بالا خدا هست رمزی. از دستی عدالت رها خوردی، از دستی او رها نخواهی یافت. من این کار را فراموش نخواهم کرد. علی پسرم اینجا جایش نیست. علی دادر غمت رو میدانم لیکن بوده نابودم. پول مالم را حقم را دزدیدید مایلش، لیکن نمیگذارم روی عایشه را نارام سازید. کافیست. هیچ چیز پیش رای مرا گرفتن نمیتواند. علی جان او را به حالش گذارید. از پسش نروید. اما که علی هم چیکار کرده میم؟ اما نمیدونم نام دارم. برای چی دروغ گفتید مادر؟ شما حتی در آنجا نبودید. چرا دروغ گفتید؟ در همونجا بودم دخترم. تو مرا ندیدی؟ عایشه پیشوا خورده افتی. تو از هیجان کسی رو نمیدیدی. دروغ نگویید مادر. چشمتون را پنهان کنید هم دروغتون معلوم شده ایستاده است. دروغ؟ چی من قرض دارم که دروغ میگویم؟ با ینگه عایشه هم تا حال بخیلی دارید. از مردنش شاد هستید. همین خیلی نه؟ برای آن که مثل عمر پسر داشت با این از شما همه وقت بالا بود طاقت کردن نتوانستید. ینگه عایشه هم ذره از بخیلی هایی که در شما هست و درونش راه نمیداد. عمر بسیار پسری بریسک بود است که چون این مادر تربیتش داده است. برای همین شما باید دایم بخیلی میکردید، لیکن مثل یا شدن نتوانستید. اصلا نتوانستید. اصلا استید پدر. شما رو چی گویم؟ مگر ینگه عایشم کلی نتام نبود؟ از چی بدیه دیدید پدر؟ اما که علی هم از همه برادری خورده اتم. مگر مناسبتی برادران همین خیل می شود؟ همین خیل دخترم. علی دادرم لیکن رمزی هم دادرم می شود. عایشه را برگردانده نمی شود. اکنون چیکار کنیم؟ سرما ایستا. من همیشه تو غمگینم. چیزی که شد گذشت اکنون. پدرم را چیکل از دست میدیم. خودت را به جای من مان. اما که علی هم زوجش رو عمر مادرش رو از دست داد. تو خودت را به جای آنها مان. همش خوب رفته ایستاده است. علی به خود آمد. اکنون هیچ کار کرده نمیتواند. کنی یک رفته بین چی کار میکند؟ کی؟ اما که علی باز کی میشد؟ رو از کارهای شما را خبردار کن.
تو را از من ربودن آیشه باز کار به فایده آنها انجامید. اما خون آیشه را در زمین نمیگذارم. تو چیکار کرده صدای علی؟ خدایا تو به من صبر میده، نگذار که شیطان مرا از راه بیراه کند. نفسم بر من غالب آید. نمیتوانم. Amaki Ramzi درو کشوید. Amaki Ramzi درو کشوید. چی اینقدر در رو میکوبی؟ چی شد؟ من اماکی علیم رو دیدم. چی؟ سلاح رو در کمرش پنهان میکرد. خدا در پناهش نگه دارد باز یگان بیعقلی نکند. چیزی که نباشد احتیاط شوید اماک. افزایش بیجا بود. خاطر نشو. علی چطور استفاده بردنی آن را نمیداند. به تو تشکر. تو دیوانه شده ای علی. از دستی عدالت رها خوردی، از دستی او رها نخواهی یافت. من این کار را فراموش نخواهم کرد. بوده نابودم پول مارم حقم را دزدیدی. مایلش لیکن نمیگذارم. روی آیشه را نارام سازد. دستش میآید، نگاهش خوب نبود، عقلش بیجا پرین. چرا زود رفته به رمزی گفتی؟ باید چیکار میکردم پدر؟ در سری اماکی علی فکری اماکی رمزی رو پروندم بود. خبردار کنم گفتم. مایلش کردی اکنون. اوف تیر از کمان برآمد. چه خیلی که میگویند جوینده یابنده است. اوی صدیقا کجا شدی؟ صدیقا آمدم انا. این آبیله ها نمی رسیدند، راه گشته نمی شد. برید پارتا کمی راحت کنیم. نمیفهمم چرا اینقدر خورسند هستی هاشیم؟ زنی داده را از عالم گذشتو. لبهای تو باشد تا گوشته. با من کاردار نشو. چقدری که میخوایی غم خوردن گیر. باشه همین رمزی جزایش رو گیریم شده نبین خنده. خیلی جزا رمزی را جواب دادن. جواب دادن؟ رمزی گفت که آیشه نخواست افتیده سرش را زد. همه تصدیق کردیم. حلیمه هم آیشه خودش نخواست افتید گفت آفرین به این زن به خدا. همه تون یک شده علی رو دروغگو برآوردید. همین طور عیب است، عیب از خدا ترسید. سوختم چیکار میکنی؟ علی رو جیگرش سوخته است. تو را فقط باید سوخت. از حلیمه من خودم قصد میگیرم. روزی باید نشان میدم. سوزاندی مرا. تو چه ها میگویی؟ صدیقه خیز نشین آبی خورک را بیاری. اوی خوش اومدید لپا جون. مرحمت گذارید. نمکک چای دم کردم. برای چی استودید؟ نمیدرویم حلیمه. آمدم بپرسم که امروز به کمیسر چی ها گفتی؟
حلیمه تو چیکار کردی امروز؟ از خدا شرم نمیداری مگر؟ زنک من یکون کاری بد نکردم. کمیسر چیزی که پرسید من راستش رو گفتم. راستش چخیل بوده است؟ کنی با ما هم بگو. آیشه جنجال میکرد. چیزی شدنی بود شد. خیلی بیچاره رفتی. تو آدمیگری نداری حلیمه، شرم دار. با خدا که همین خیل بود، با خدا قسم. این قسم ها را از یاد نبرار حلیمه. چخیلی که نباشد یک روز حقیقت رو میزند. خداوند از تو میپرسد حق مظلوم ها را در زمین نمیماند، لیکن این را دان یک روز برای حساب پرسی به نزدت میآیم. مثل که حاضر مادرم از درون برآمده می آید. پیش دامنش رو بسته با خوراک‌های پخته‌اش آب دهانمان رو می ریزاند. لیکن مزه هم نمونده است یعقوب. غمی تو را مثل تو حس کرده نمیتوانم. خدا به هیچ کس این روزها را نشان ندهد. میدونی که ینگه آیشه دوست نمیداشت وقتی که تو را در این حالت میدید. اگر میدید بسیار ضعیف میشد. اکنون من روم. خودت رو به دست گیر عمر. تا بازدید سرما. خیلی خسته شده ای عمر. کمی استراحت میکردی؟ نه، خوابم نمیبرد. روزی که به محله آمدیم خیلی در هیجان بودم. چه آرزوهایی که نمیکردم. آرزو میکردم که با عائله‌ام زندگی آروم و راحت میبینم. حاضر باشد مادرم وفات کرده است، پدرم پریشان. خویش تبار باشند، از دایره آدمگری برآمدند، از پشت و مال و ثروت هستند. چرا سرما؟ چرا به این حال گرفتار شدیم؟ چه اشتباهی کردیم که به اینجا آمدیم؟ تو گفتم دکتر محمود چی گفت؟ باز گفتن که جایی که شما میروید اونجا دکتر هست. بیاید به جایهای میروید که محتاج به دکتر هستن. لیکن شما اینجا آمدید تو. بابایم بسیار خواهش کردن. پسرم دیدن فلاکت است. پایهایتان بسته می شود. از خدمت گریختن معنای گم کردن راه است. شما چی ها میگوید اما که قربان؟ جراحت بسته‌تان را به هر دکتر نشان ندهید. دیگر شفا می آورد. ها دکترم. راست میگویی سرما، کمی استراحت کنم بهتر. پسرم عمر جونم، این روزها را دیدن نصیب هر کس نمیشود. داماد بچه من، خدا رو شکر که این روزها را پیش از مردن نصیب من کرد.
نمیتوانم خدایا نمیتوانم نمیتوانم عمر اکنون مرا میکشد. عمر جان بخیر است؟ امک پدرم اینجا آمدند. چی شد؟ ما او را ندیدم. امک رمزیم چی؟ او را هم از سحر باز ندیدم. بیا کمی آرام شو، اینجا شین. خواب کنید پدر. معلوم است که بسیار نوشیدید. چرا سوی من کارت میکشید؟ تو چی به خانه مثل دوزها میدارای حیوان؟ ایستید برق را گیران کنم. دوغن ایستو دیوانه شدی. علی از من انتقام گرفتنی. حوزی کافته ایستاده است. نیتی کشتن دارد. تو هم خودت را احتیاط کن. چشمش نمیبیند. در کمرش سیلا. فکر نکرده من بادا خطا کرده تو را تیر بارون کنم. اما که علی به ما نمیرسد پدر. تو این درجه نبودگیستن. در این سن سال به تو گپ یاد داده می شود. کافی است چیزی که شود شدن گیرد. دیگر در اینجا طاقت کرده نمیتوانم. دوغن امک رمزیم در خانه است. تو با پدری من چیکار داری؟ پدرم سلاح در دستشون از خانه برآمدند. خدا شما را در پناهش نگاه دارد. به من نگاه کن مویلبدار. دلم به شما سوخت. خیلی غمگین شدم. لیکن اگر به پدرم یگان واقع روی دهد از دستم رها نمییابید. فهمیدی؟ من هم یگان واقع روی ندهد گفته با کفت کوبش برآمدم. اگر دانی گپ زن دوغن. نمیدانم. رو از اینجا. خوش آمدی پسرم. خوش باشید بابا. پدرم به اینجا آمدند. نیامده است عمر جان. چه واقعه؟ با پدرم چیزی شده است. با فکرم خودش را از دست داده است. به من خوبتر فهمان چی شده است؟ سلاحش را گرفته با کفت و کوب امک رمزی برآمد. چی؟ سلاحش را گرفته از خانه برآمد. همه جای را کفتم. چیکار کردنم را نمیدونم بابا. علی انسانی نیست که به این خیل کارها دست زند. حالش را میدیدید بابا. قرارش قطعی بود. انشاءالله شیطان فریبش نمیدهد. من کفتن رو دوام میدهم بابا. من هم با تو میروم پسرم. شما شنید بابا. خودتون رو بیهوده خسته نکنید. من شما رو خبر میدهم. دو پسرم با یکدیگر دشمن شدند. مثل که در جنگ باشن از پشت یکدیگر میدوند.
امتحانی وزنین بوده است قربان، بسیار وزنین. دنیا یک بار خنداند 1000 بار می گریاند، اما مرا 1000ها بار گریاند. تو حق برآمدی قربان، حق برآمدی. در محله هفت بهار مرگ یکی را از دیگری جدا می کرد. چند سال پیش داغن مادرش را گم کرده بود. اکنون این روز به سر عمر هم آمد. مثل هر انسان داغن هم برای مرگ غمگین بود. بعضی ها باشند پروا نداشتند، به یک نگاه غمگین بودند ولی با راه خود می رفتند. آنها نمی دانستند که مرگ نمی کشد و در قبر هم محکم نمی شود. در زندگی کارهای خیر کردن لازم است، چون که پس از مرگ غیر از نام این یک دیگر چیزی باقی نمی ماند. لیکن دیگر چاره نبود. در محله هفت بهار مرگ در نوک سلاح بود، برای کشتن جان می کافت. اما انتقام غیر امکان بود. انتقام چرا حل میکرد؟ چرا بر میگرداند؟ انتقام حق نبود. مثل قاتل جواب دادن قرار ظالم است. چی بازی است؟ چی بازیه که نباشد؟ تا امروز به کشتن و نابود کردن انتقام فایده نآورده است. اما در محله هفت بهار قهر و غضب شروع شده بود. پیش چشمان با پرده محکم شده آدمان به گردابی خطرناک نزدیک شده بودند. باور کنید عمر انسان برای این خیل جنجال ها خیلی کوتاه است. حیف است که قهر و غضب پیش چشمی عقل آنها را گرفته بود. جانها نیست شدن و قلب ها تاب خوردن در هفت بهار. همین قدر مهنت ها در هفت بهار صرف شد. نباید انتقام برادری مرگ باشد. یک چراغ لازم است که به همه این سیاهی ها روشنی اندازد. مگر عمر او چراغ ماست، همه را روشنی می‌دهد. اماکی قربان با شما چی شد؟ اماکی قربان با شما چی شد؟ نمیفهمم، گپ نمیزند. گویا او چیزی رو دیده است و دست که ما نمیبینیم. اماکی قربان با شما چی شد؟ مگر یگان چیز رو دیده؟ اماکی قربان چرا گریه میکنید؟ اماکی قربان بدبختی روی میدهد سلمان، نقشه ما رو پایگیر است. خدای توبه این تب نگوی عمر. با فکرم برای چه غم خورده ایستاده؟ این خیل نیست سلمان. در خاطرم است که روزی مردن مادرم همین خیل گریه کرده بود. تنها آهنگر خانه را ندیدیم. عمر به کجا؟ اماکی قربان آخر به شما چی شد؟ بگوید اماکی قربان.